سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من علی هستم از کانال کامپیوتر یاران. امیدوارم که ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو بنویسید. خب توی این سری جلسات پاورپوینت که جلسه دوم هست که من برای شما ضبط میکنم، یاد میدیم که چطوری برای این نوشته هایی که اینجا نوشتید و خود این صفحات، کل این صفحات جلوه های ویژه بذارید و در آخر ذخیره فایل به صورت PDF. خب در ابتدا جلوه های ویژه‌ای که برای نوشته ها میذاریم. الان ساعت 12 شب من دارم برای شما ویدیو ضبط میکنم، پس سریعتر تموم بشه بهتره. خب میایم توی این بخش. من قبلا برای اینو گذاشتم و یه شماره 1 و 2 اومده. خب اینجا به 3 صورت ستاره ها وجود دارد: رنگ قرمز، زرد یا طلایی و سبز. خب رنگ سبز کارایش به این صورته که این نوشته توی صفحه وجود نداره و ظاهر میشه به این صورت. کارای طلایی به این صورتی که توی صفحه هست و جایی نمیره، همینجا یه چرخشی میزنه. قرمز اکسته، یعنی از صفحه خارج میشه. میبینین این الان میچرخه و میره. خب و اینم واسهش این طلایی میذاریم چون توی صفحه بمونه بهتره. خب اینو برای عکس هم صدق میکنم. مثلا برای این عکس من اینو میذارم یا اینو مثلا از پایین یهو میاد. و صفحه بعدی رو خالی گذاشتم تا به شما یاد بدیم چیکار کنین دیگه. گفتیم که اینجا میتونید لینک یه تصویر رو برای یه آنلاین پیکچر، یعنی میتونید یه لینک یه تصویری رو بذارید اینجا که وقتی روش کلیک میکنید به یه سایت توی تصویر رو نشون بده. این میگه آنلاین ویدیو، یعنی میتونید به صورت آنلاین یه لینک ویدیویی رو نمایش بدین و از اینجا بره. اینم که تصویره و اینم زیاد کاربردی نداره، نموداره و جدول و اینا. خب حالا جلوه های ویژه برای این صفحات، کل این صفحات. خب میان توی بخش بغلیش پنجمی از سمت چپ اینجا جلوه های مختلفیه. الان من اینو مثلا واسه این میذارم، مثلا شکل قطره آب که میپاچه روی چیزی. برای این شیشه شکسته رو میذارم و برای اینم این گوشش اینجا رو میذارم. این خب برای نمایشش آقا میگه میخواین مثلا شما اینو توی یه جلسه آنلاین به صورت اشتراک دسکتاپ نمایش بدید، بیاید مثلا میاین توی اینجا اسلاید شو، گزینه اول رو میزنید. با هر کلیک شما یه مرحله به جلو میره. ببینید با هر کلیک من به یه مرحله به سمت جلو حرکت میکنه و با آخرش هم این میشه. این ارور نیست، چیز خاصی نیست، نترسید. با یه اینتر یا یه کلیک چپ میره و این میره و تموم شد دیگه. این آموزش ما بود. البته شما میتونید با یکی دو تا از این گزینه به صورت تایمر دار اینو یه تایمر بزنید که آقا مثلا بعد 10 دقیقه این اسلاید بره اون یکی بیاد، که این زیاد به درد نمیخوره چون ممکنه اتفاقات ناخواسته پیش بیاد. آقا میگین من نمیخوام تو جای نمایش بدم، میخوام برای یه بنده خدایی تو بفرستم، میخواد تو موبایل واز کنه. چون جلسه قبلم گفتم که اینا ذخیرش به صورت فایل PTTX و با موبایل واز نمیشه. خب اگه میخواین این فایل ها رو با موبایل واز کنید، باید بیاین توی گزینه سیو از دیس پی سی، میاد این بالا. من میخوام توی دسکتاپ هم باشه. حالا شما میتونید توی حافظه سی دی و ای، توی حافظه سی من میگم چیزی رو ذخیره نکنید چون حافظه سی فقط برای ویندوزه و حافظه زیادی رو اشغال میکنه. در دسکتاپ اینجا خود به خود براش اسم میذاره. خب اینجا نوشته پاورپوینت، یعنی به صورت فایل پاورپوینت ذخیره میشه که فقط با نرم افزار پاورپوینت میشه وازش کرد. اینا رو هم شما کاری نداشته باشید، اینا چیزای جالبی نیست. ما الان با PDF کار داریم. PDF روی PDF اوکی میکنید، اینجا میاد. شما سیو که بزنید این فلشه میاد و این خطه باید پر بشه. خب میگه موقع خروج میگه آقا تغییراتی که توی فایل پاورپوینت دادی و به صورت PDF ذخیره کردی، به صورت PPTX، ببخشید من اشتباه گفتم، به صورت PPTX دنبال نکردی. من میگم اشکال نداره، PDF میخوام، PPTX رو لازم ندارم. میام اینجا به صورت PDF
قشنگ به صورت PDF واز میشه، هم در موبایل، هم در کامپیوتر، هم در لپتاپ، هم در تبلت راحت میشه استفادهش کرد. فقط بعدش اینه که جلوه ویژه خاصی نمیشه واسه PDF گذاشت دیگه. و همین آموزش ما این بود. لطفا نظراتتون رو بنویسید، ما بدونیم آیا این سه جلساتی که برای شما ضبط میکنیم مثلا به کارتون میاد، براتون مفید هست. الان جلسه اول ما در عرض یک دو سه روز هنوز 15 تا بازدید بیشتر نخورده. خب اون 15 تا بازدیدم کسی نظر نداده، لایک نکرده، دنبال نکرده، یعنی راضی نیستید. اگه راضی هستید حتما ما رو دنبال کنید، نظراتتون رو بنویسید که بدونیم آیا مفید هست نیست، جلسه سوم رو ضبط بکنیم یا نه. ما الان باید حداقل 10 تا دنبال کننده داشته باشیم، هنوز 4 تا بیشتر نیستن. لطفا ما رو دنبال کنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدار شما.